با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم. من حاج دینگو هستم، مفسر شعرهای عاطفی، رمانتیک و عاشقانه. میخواستم آهنگ I Need a Doctor از داکتر درو و اسکایلار و امینم رو براتون تفسیر کنم که این یه اعتراف احساسی و قدرشناسانه رو داره، به ما میگه که یه رابطه استاد و شاگرد برمیگرده و بازگشت همون استادی شکست خورده به اوج موفقیت. و این مضمون این شعر اینه که با این بخش احساسی اسکایلار آغاز میشه که حس درماندگی رو میگه آینید داکتر، که من نیاز به دکتر دارم و حس نجات دارم و دوست دارم به زندگی بازگردم، که این حس رو منتقل میکنه. اون از لحاظ روحی شکست خورده و به کمک فوری نیاز داره، کمک اورژانسی. بعد تقدیر میکنه از داکتر دره که خود داکتر دره، یعنی در از تقدیر میکنه از امینم که نقش حیاتی رو بازی کرده به عنوان شاگردش و اینکه چگونه اونو دوباره کشفش کرد و به اون ایمان داشت که حتی دیگران هم که دیگه باورش نداشتن، خود همین داکتر دره رو. بعد احساس گناه و بدهکاری میکنه. امینم حس میکنه که به داکتر دره بدهکاره و حالا در دوران سختی که میخواد اون پیش اومده برای داکتر دره اینو جبرانش کنه. بعد ولی تم اصلی این آهنگ وفاداری و قدردانی و حمایت متقابله. بعد اینکه درخواست برای بازگشت امینم میکنه که امینم میخواد از داکتر دره، میخواد که او دوباره به موسیقی برگرده و چون هنوزم داکتر دره الهام بخش لحاظ امینم. بعد اشاره به افسردگی و انزوا میکنه که یعنی اون به مشکلات روحی داکتر دره میگه که نباید خودشو تنها بذاره، من پشتش هستم. بعد بازگشت به صحنه رو مطرح میکنه که داکتر دره پس از سکوت طولانی از گذشتهش، چالش و موفقیتاش میگه. بعد یه چیز دیگه هم میخواد بگه که تردید و خستگی تو این داستان هست. اون اعتراف میکنه که حس میکنه که دیگران فراموشش کردن، اما با حمایت امینم انگیزه بازگشت رو پیدا میکنه. بعد رابطه استاد و شاگرد، همونطوری که عرض کردم، امینم به عنوان یه شاگرد وفادار حالا نقش ناجی رو برای استادش که داکتر دره است ایفا میکنه. بعد بازگشت از تاریکی رو داره میگه که آهنگ درباره رستگاری و وفاداری و قدرت دوستی واقعیه. بعد این آهنگ الهام بخشه برای کسایی که اونا گوش میدن، نشون میده که حتی قوی ترین افراد هم ممکنه که سقوط کنن و زمین بخورن، اما با حمایت بقیه مثل امینم که ناجی شد دوباره بلند میشن و کارشون رو ادامه میدن. امیدوارم که از این تفسیر این شعری که حدود 523 میلیون ویو خورده توی یوتیوب لذت برده باشین از تفسیرش که من براتون کردم. خیلی ممنون. خداحافظ. حاج دینگو.